سلام دوستان، من محمد هستم و با یک ویدیو آموزشی کسب درآمد از طریق بازی کردن با موبایل در خدمت شما هستم. اگر از این آموزش خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید. یه سری بازی امروز میخوام بهتون معرفی کنم که شما وقتی که مراحل اون بازی رو انجام دادید بهتون یه سری امتیاز میده و میتونید امتیازات رو به صورت ارز دیجیتال برداشت بزنید. من یک فولدر روی صفحه گوشیم هستش که من وارد صفحه فولدر میشم. 9 تا بازی میبینید. یکی از بازی ها به عنوان نمونه باز میکنم براتون. حتما از فیلتر شکن استفاده کنید تا به مشکل نخورید. وقتی وارد بازی میشید باشین صفحه رو برو میشید. اگه حساب داشته باشید روی لاگین بزنید، اگه حساب ندارید روی ساین اپ بزنید. من چون که از حساب دارم ویدیو رو میبندم و با حسابم که وارد بازی شدم دوباره ویدیو رو رکورد میزنم. من وارد حسابم شدم. الان میبینید که یک صفحه وارد توضیحات از بازی داره به ما راهنمایی میکنه که چطور بازی کنید. باید این لوله ها رو جوری بچینید که آب به پایین برسه. من الان لوله رو میچینم تا آب این بچه پایین برسه و بقیه توضیحات رو بهتون میدم. وقتی که کامل لوله کشی رو انجام دادید آب میاد به پایین و صبر میکنید تا یک تبلیغات براتون باز کنه و اگه تبلیغات باز نکرد برنامه رو ببندید، فیلتر شکنتون هم دوباره ببندید و دوباره فعالش کنید و وارد بازی بشید، چون که امتیازی که به شما میده از طریق تبلیغات هستش و امتیازی که توی بازی کسب کردید. الان باید تبلیغات رو ببندیم. بعد میگردیم به بازی. امتیاز به ما داد. حالا میریم توضیحات بعدیش رو بهتون بدم. یه محل دیگه هم بساتون میریم. بعد میریم که توضیح بدیم که چطور امتیازاتون رو برداشت بزنید و تبدیلات رو انجام بدید. خب ما این محل رو انجام دادیم. صبر میکنیم تا تبلیغات دوباره باز بشه و امتیازی که ما کسب کردیم رو بهمون بده. صبر میکنیم تا این تبلیغات تمام بشه. بعضی از تبلیغات این بازی کم ممکنه زننده باشه، یعنی منشوری باشه که اگه چین تصاویری اومد من تصاویر رو بلور میکنم و تا یوتیوب بهمون گیر نده. خب من تبلیغات میبندم. در پایین یه سری از بازی ها میبینید که این بقیه بازی ها هستش، یعنی جدا از اون 9 تا بازی که بهتون معرفی کردم. من روی این قسمت میزنم، لیست از بازی ها باز میشه. شما میتونید هر کدوم از بازی ها رو خواستید نصب کنید و مراحل رو انجام بدید. تمام بازی ها با هم متصل هستن و شما میتونید با یک جیمیل روی همش ثبت نام کنید و امتیاز کسب کنید. امتیازتون هم میتونید در آخر به ارز دیجیتال تبدیل کنید. میبینید که سطح آسان داره، مدیوم داره، هارد داره و سخت. اگه دوست دارید امتیاز بیشتری بهتون بده، هارد و آخریش رو بازی کنید که امتیازات بیشتری میده. خب حالا چطور برداشت بزنیم و قضیه برداشت از چیه؟ امتیازات هر 24 ساعت تبدیل میشه و ارزهایی که داره رو سولانا هستش که اتریوم، بیت کوین و یه ارز از خود بازی هستش. من همیشه سولانا برداشت میزنم. امتیاز من 1,987,000 تاست و امتیازی که تو بازی بالا کسب کردم، یعنی از طریق بازی کردن 344. هر 24 ساعت امتیازات شما یعنی 344 تا تبدیل به 1,987,000 تا میشه. حالا من چجور میتونیم به صورت دستی امتیازات رو تبدیل کنیم؟ باید به قسمت کانورت بزنیم. من روی کانورت دادم 84,000 تا امتیاز بابت 344 تا داد که میبینید که به امتیازات من اضافه شد. حالا میخوایم برداشت بزنیم. باید روی ویدرا بزنیم. میبینید که گفته که حداقل برداشت شما 916,000 تاست. یک رقم زمان میبره. فی تراکنش هم 15,000 تاست.
ما باید آدرس کیف پولمون داخل قسمت کادی که داده آدرس وارد کنیم و روی مکس بزنیم و بعد روی ویدرا صبر میکنیم تا پروسه برداشت انجام بشه. این رسید تراکنشی هستش که شما انجام بدید، وضعیتش زده در حال انجام. قسمت پایین میبینید که نوشته لاستید ترانزکشن. این چی؟ یعنی که تراکنش های امتیازاتی که شما کسب کردید، تراکنش هایی که انجام دادید، ارزی رو برداشت زدید، ارزی رو دریافت کردید. خب حالا میخوایم یه بازی دیگه شون حذف کنیم، یه نوع بازی دیگهش باید روی استریکس بزنیم و وارد بقیه بازی این لیست بازی ها هستش. با زدن روی آدر گیم وارد گوگل پلی میشید و لیست بازی ها براتون باز میشه و میتونید هر کدوم خواستید نصب کنید. همونطور میبینید بالا صفحه اعلان من یه نماد اعلان هستش که مثل سپر ماننده. این همون برداشت هستش که ما از طریق بازی زدیم و برامون باز شده. من کیف پولمو باز میکنم، بهتون نمایش میدم که چقدر موجود داشتم و چقدر بهم اضافه شده. من ارز سولانه برداشت زدیم دیگه. الان میبینید که کیف پول باز میشه. بهتون موضوع بیارم. ارز سولانه من $2.38 دارم. خب 38 سنت 39 سنت دارم و تمام ترانزکشن یا ترانسفر هایی که میبینید از طریق همین بازی برداشت زده شده که ما الان 35 سنت برداشت زدیم معادل 2 میلیون امتیاز که از طریق این بازی کردن ها بود. یکی از بازی دیگه رو میارم اگه مشکل نخوره، چون که مشکل خورده و سریع قبل ریکورد کردم. بله مشکل خورده. حالا شما میتونید هر کدوم از بازی هایی که معرفی کردم خواستید نصب کنید و کسب درآمد کنید. اگه این آموزش رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما با دوستاتون اشتراک بذارید. تا آموزشی دیگر بدرود.